سلام. یک سوال. چند وقت انگلیسی میخونین؟ 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، بیشتر از آن؟ آیا تا حال شده که بگین I cannot speak fluently؟ یا هم مدرستان گفته باشه که you don't have fluency نداری؟ fluency چیه؟ برای بعضیا fluency اینه که سریع حرف بزنن. برای بعضیا دیگه fluency به معنای این که لسان خوب بلد باشن. اما یک تعریف متفاوتی از fluency بیاین داشته باشین با شما. To speak fluently means to speak smoothly without stopping or hesitation. fluency به معنای روان حرف زدن بدون توقف و بدون تردید حرف زدن، بدون ترس حرف زدن. این تعریف درست فلوئنسیه. در این ویدیو یک روشی به شما آموزش بدین که با روزانه حداقل 10 دقیقه تمرین کردن فلوئنسی شما را از 10% فلوئنسی شما میبره بالا تا حدوداً 50-60% به فلوئنسی میرسین. و اگر این را به طور یک نواخت و مداوم تمرین کنین، بعد از مدت خاصی به تارگت مورد نظر خود برسید. خوبی این روش اینه که شما نیاز به پارتنر ندارین و با تنهایی خود میتونین فلوئنسی خود بالا ببرید. در اصل این یک برنامه بود که توسط رادیو BBC برای تقویت فلوئنسی کسایی که انگلیسی میخونن ارائه میشد. جم، این جم نه، جم دیگه هم نه. Just a minute، JAM. این روش به مدت 1 دقیقه 3 تا مرحله داره. مرحله اول به مدت 1 دقیقه حرف میزنین در مورد موضوع دلخواهتان. این موضوع هر چی میتونه باشه، فیلم دلخواه، برنامه روزانه، یک موضوع خیلی عادی مثلا transportation، communication، technology. موضوعی که انتخاب میکنین در مرحله اول به مدت 1 دقیقه تایمر میگیرین و فقط حرف میزنین. در مرحله اول 3 تا قانون مد نظر بگیرین. توقف نکنین، تحت هیچ شرایطی توقف نمیکنین برای اینکه ایده جمع کنین، فقط حرف میزنین. حالا توجه به گرامر نکنین، توجه به تلفظ نکنین، چون این تاکتیک برنامه تلفظی نیه، برنامه گرامری نیه، برای فلوئنسیه. پس توجه به لغات و به گرامر نمیکنین، فقط حرف میزنین به مدت 1 دقیقه. قانون دوم، یک ایده رو 2 بار تکرار نمیکنین. قانون سوم، نوت نمیگیرین. بخو یک مثال با شما تمرین میکنم خودم. موضوعی که انتخاب میکنم living in village است. I like to live in village for many different reasons. Living in village is good. There are a lot of benefits in living in a village. For example, you can have fresh fruits and vegetables. Most of the time when you go to a village, you see there are a lot of fresh fruits and vegetables, and these fresh fruits and vegetables are fresh. You can easily go to garden, you can pick them up, you can wash them, and you can eat them. Another thing that I like about living in village is because of quietness or because of not having a lot of noise. This is especially interesting to me since there are a lot of cars in cities and it makes life very boring. Village is very quiet and it is a very interesting place to live. Another thing about village is that there is a good sense of community. When you go to village, you see that there are a lot of people. These people help each other, and most of the time these people cooperate with you in order to have a better life. کمی سخت بود ولی اشکال نداره چون هدف ما هم همیه. سختی تجربه کنیم تا اینکه فلوئنسی بهتری داشته باشیم. مرحله دوم که خیلی مرحله مهمیه، جایی که واقعا فلوئنسیتون میره بالا. در مرحله دوم باز هم موضوع اولتانه ولی این بار نوت میگیرین، یادداشت میکنین، پیش خود میشینین، همین نکات اصلی که شما در مرحله اول گفتین یادداشت میکنین. اگرتون باشه در مرحله اول مثل موضوع اشاره کردم به اونا. موضوع اولی که بحث کردم fresh fruits and vegetables، موضوع دوم quiet environment، موضوع سوم sense of community. مرحله دوم نکات مرحله اول رو یادداشت میکنین، نکات کلیدی رو مینویسین و بعداً شروع میکنین به حرف زدن. زمان همون 1 دقیقه. این بار متوجه میشین که وقتی دارین حرف میزنین روانتر حرف میزنین، با اعتماد به نفس بیشتری دارین حرف میزنین و دوست دارین لذت ببرین از اسپیکینگ و حرف زدن خود. فقط در یک مرحله که رفتن مرحله دوم فلوئنسی شما کمی رفت بالاتر. شروع میکنین به حرف زدن و همون نکات این بار دوباره تکرار میکنین. استیج سوم و مرحله سوم، پس دوباره نوت خود برمیدارین، ایده های بیشتر اضافه میکنین، سعی میکنین کلمات بهتری جایگزین اینا کنین، از ترانزیشن های بهتر استفاده میکنین و کوشش میکنین باز هم به مدت 1 دقیقه تایمر میگیرین و شروع میکنین به حرف زدن. متوجه میشین که دفعه سوم خیلی بهتر از دفعه اول و دفعه دوم روانتر حرف زدین شما. مثال اول خود دوباره تکرار میکنم با شما. I prefer to live in village for 3 important reasons. First,
I prefer to live in village because of fresh fruits and vegetables. As you know, in villages there are a lot of fresh fruits and vegetables that you can easily go to garden, or you can easily go to the farm and pick up the fresh fruits and vegetables and wash them, and you can easily eat them without any concerns about your health. The second reason why I prefer to live in village is because of the quiet atmosphere and the quiet environment. As you know, there are a lot of cars and there's a lot of noise in the cities. So in cities you cannot enjoy your life. Although in village there aren't a lot of cars, there isn't a lot of noise, and you can easily enjoy your life in the village. Last but not least, in villages there are a lot of people who have a great sense of community. These people help you whenever you need them. In conclusion, I love villages because they give me the things that I cannot get in cities. توجه کردین فلوئنسی و اعتماد به نفس من نسبت به مرحله اول بیشتر شده بود. واقعا بدون آمادگی هر دو موضوع حرف زدم، چون میخواستم به صورت مثال زنده نشون بدم. در قسمت اول که شروع کردم به حرف زدن کمی داشتم فکر میکردم و ایده ها کمک پراکندگی داشت، ولی در مرحله آخر که حرف زدم دیدین که اعتماد به نفس من بالا رفته بود، با وزن بیشتر داشتم حرف میزدم و فلوئنسی من رفته بود بالا. اگه یادتون باشه گفتم فقط 3 مرحله داره، ولی یک بونس استیج هم داره، یک مرحله اضافی که اگر واقعا جدی هستن در قسمت بالا بردن فلوئنسیتان میتونین که این مرحله آخر و بونس استیج هم تمرین کنین. برای اینکه 3 بار شما تمرین کردین، گوشی خود را گرفته روی رکوردر رفته و صدایتان را ثبت کنید. در بونس استیج که دارین صدای خود ثبت میکنین، بعدن میتونین این وایس خود گوش بدین و نکات ضعف خود یادداشت کنین. شاید بعضی کامن میستیک های دارین و در آینده کامن میستیک های خود را اصلاح کنین، و یا هم میتونین که این تمرینه که مدت زیادی انجام بدین، حدوداً 2 ماه 3 ماه تمرین پیوسته انجام بدین، اولین صداهای خود خود در آخر گوش بدین، ببینید چقدر تفاوت زیادی شده بین اولین اسپیکینگ شما و اسپیکینگ مثلا روز 20م، روز 25م و روز 30م تان. خب اینجا یک مشکل هم وجود داره. بعضی از دوستان میگن I hate my voice، از صدای خود نفرت دارم. این خیلی عادیه، بیشتر افراد این حس دارن و باز هم اگر راحت نیستن اشکال نداره، 3 مرحله رو انجام بدین و به طور زمانتی اطمینان میدم به شما بعد از 1 ماه 2 ماه روزانه حداقل 10 دقیقه تمرین کردن فلوئنسی شما اتومات میره بالا. اگر از ویدیو خوشتان آمد کانال ما را سابسکرایب کنین، ویدیو ما را لایک کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. موفق باشید.